وقتی صحبت خرید ملک میشه در دبی یا هر جای دیگه، اولین چیزی که همه راجبش صحبت میکنن و بهش خیلی توجه دارن خب منطقه اون ملک هست. اما خب چند نکته دیگه هم هست که باید بهش اشاره کرد. در کنار لوکیشن و منطقه‌ای که شما در مد نظرتون هست و باید بهش حتما توجه کنید، نکات دیگه هم هست. یکی این که مهمترین نکته بعد از منطقه زمان خرید اون ملک هست. حالا اون زمان در رابطه با امکانات مالی و توانایی مالی شماست در اون مقطع زمانی، و اینکه در چه زمانی از دوره توی اون ریل استیت، در اون چه مقطع زمانی تون مارکت اون شهر که حالا ما راجع به دبی داریم صحبت میکنیم بعد ملک بخرید یا سرمایه گذاری بکنید. من اینو بارها به مشتریام توضیح میدم و ازشون واقعا میخوام که تحت فشار زیاد قرار ندن خودشونو که بعدها بخوان یا اینکه نتونن مثلا اون پیمنتشونو کامل انجام بدن، یا اینکه فشارهای دیگه‌ای از نظر مالی روشون باشه و بیشتر از اون حدی که میخوان سرمایه گذاری بکنن. به هر حال این یک تصمیم دراز مدته و باید خیلی بهش دقت بشه. در کنار این نکته ها که منطقه و زمان خرید خیلی مهم هست، اون کیفیت اون ملک خیلی مهم هست. نه تنها شما باید به اون طرح، خب به هر حال باید طرحی رو دوست داشته باشید، اون نقشه خونه رو دوست داشته باشید، فلور پلان بهش میگن، شما مورد پسندتون قرار بگیره، ولی شما باید خیلی راجع به کیفیت و اون کسی که سازندش بوده تحقیق بکنید. خیلی از مشتری ها برای اینکه یک پرداختی رو برای اسنگینگ کمپانیا نپردازن و اون پرداخت انجام نشه و خیلی سریعتر میخوان که اون دیل انجام بشه، این مرحله خیلی مهم و از یاد میبرن یا اصلا انجامش نمیدن. حالا به فشار ایجنت هست یا به فشار سلر هست که ممکنه از نظر مقطع زمانی بهشون اجازه ندن. اما من این توصیه رو میکنم حتما موقع خرید ملک حاضر حتما یک اسنگینگ کمپانی که به فارسی اون کیفیت اون ملک رو برای شما روشن میکنه. اگر جاهای اشکال فنی در خود ساخت اون ملک باشه حتما باید مشخص باشه. اینها نکاتی هستن که خیلی باید بهشون ما دقت بکنیم و من به شخصه در نوبل هاوس واقعا این نکات رو بهش دقت میکنم. به مشتریام خیلی اصرار میکنم که در طول این مقطع خرید ملک قدم به قدم همراهشون هستم و توضیحات لازم، اطلاعات لازم رو خدمتشون میدم. و این خیلی مهمه که شما یک کسی رو داشته باشین که فقط نخواد بفروشه. فروش به نظر من یک رابطه خیلی کوتاه و گذراست. کسایی هستن اکثر دنیا میخوان یه چیزی رو به شما بفروشن، همه دارن سعی میکنن اون چیز رو بفروشن، حالا هر چیزی که هست، ولی در کنارش کیفیتش خیلی مهمه که شما بعدها دچار ضررهای مالی نشید.